سلام. هممون راجع به این شنیدیم خیلی که گلا از حال ما خیلی اثر میگیرن. اگه ما حالمون خوب باشه، اگه باهاشون حرف بزنیم، خیلی سریعتر رشد میکنن، حالشون خوبه. اگه که حالمون بد باشه، فضای خونه سنگین باشه، گلا هم پژمرده میشن، حالشون خراب میشه، گل نمیدن. من خیلی اتفاقی یا آزمایش رو توی خونم انجام دادم بدون اینکه خودم خبر داشته باشم دارم در واقع این کار رو انجام میدم و به یک نتیجه گیری خیلی عجیب رسیدم که دوست دارم که باهاتون در میون بذارم. قصه از اینجا شروع شد که من برای عید ما تصمیم گرفتیم که عیدی به اون شکل هر کی میاد خونمون مثلا اسکناس ندیم. گفتیم خب ما مزرعه داریم، کارمون همینه و چی قشنگ‌تر از اینا. این شد که واسه کلی رفتیم 15 تا 16 تا از این گلدونا تهیه کردیم و هر کی اومد خونمون یه دونه از اینا دادیم. خلاصه همه اینا نرفت، یه 6 تایش اینجا موند. منم از اینا نگهداری کردم و اینا همشون این شکلی بودن، این شکلی. یه چند تا برگ، حالا این خیلی بچه خوب بود و بیشتر برگ در آورد. من خیلی رندوم یه دونه از اینا رو برداشتم گذاشتم توی گلدون. خاکش رو عوض نکردم، جابجاش نکردم، همین شکلی اینو گذاشتم این تو. می‌خواستم بذارم رو میز قشنگ بشه، گفتم بذار این گلدون رو استفاده کنم و یه اتفاق خیلی عجیب افتاد. شرایط آبیاری اینا یکسان بود، خاکشون یکسان بود، گلدوناشون یکسان بود، فقط یکیشون رندوم انتخاب شد که بره تو گلدون قشنگه وسط پذیرایی، بقیه هم همونجوری معمولی پشت پنجره بشینه. شد این. نمیشمارم چند تا، کامل مشخصه چقدر فرق داره با این یکی ها. من هیچ کاری نکردم، هیچ کار خاصی نکردم، صرفا این یه دونه رو از بقیه جدا کردم به عنوان گلدون اختصاصی پذیرایی گذاشتمش این شکلی این تو همین. این شد. حالا اینکه گلدونه عشق و توجه به هر کدوم از اجزای جهان هستی، این میشه نتیجهش. عشق بدی، خودش فکر کرده من بهش عشق دادم، من کاری نداشتم بهش. اینا فکر کرده من بهش عشق دادم، ببینم کار. همین دیگه. حالا ما عشق ندیم پیشکش، بعضی وقتا همدیگر رو میچزونیم، اذیت میکنیم، تیکه میندازیم، زخم زبون میزنیم، آزار میدیم، پشتم بر هم میزنیم. من هیچ این کارا رو واسه اینا نکردم واسه اینم کار خاصی نکردم، اما نتیجهش مشخصه دیگه. ببینیم وقتی که یک لحظه نگاه بدون عشق چقدر میتونه اثر بذاره. یک لحظه نفرت ببینیم چی کار میکنه با ما آدم. امیدوارم که هممون حالمون خوب شه. مرسی.